سنه برگزاری نشست‌های مطبوعاتی وزارت و اداره‌ها در تاجیکستان معین شد. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزان جنایتکاری افزایش یافته است. شماره دقیق نفقه‌خوران تاجیکستان معلوم شد. یک زاده تاجیکستان در روسیه برای ارتباط با داعش به 15 سال زندان محکوم شد. در تاجیکستان از روز 11 ایول نشست‌های مطبوعاتی وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها عاید به جنبست فعالیت در نیم ساله اول آغاز می شود. در این باره اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور خبر می دهد. در نشست‌های مطبوعاتی که هر روز کاری از جانب یک چند وزارت و اداره‌ها برگزار می گردد، نمایندگان وسایط اخبار عامه امکان دارند به سوال‌های خود پاسخ گیرند. طبق جدول تصدیق شده نشست‌های مطبوعاتی روز 5 اوگوست به انجام می‌رسند. یادآور می‌شویم که برای اولین بار فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره برگزاری نشست‌های مطبوعاتی 3 ماهه سنه 4 مارس سال 2005 به منظور تامین شفافیت در فعالیت وزارت و اداره‌ها و همچنین دسترسی رسانه‌ها به منابع رسمی اطلاع صادر شده بود. ماه سپتامبر سال 2011 به این فرمان تغییرات وارد شد که طبق آن رهبران وزارت و اداره‌های کشور باید در 6 ماه یک مرتبه با نمایندگان وسایط اخبار عامه ملاقات کنند. گفتنی است خود رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در این 12 ساله آخر بار هم نشست مطبوعاتی دایر نکرده است. از اول سال جاری در تاجیکستان بیش از 10,000 جنایت به قید گرفته شده است. طبق آمار این نشان داد نسبت به 5 ماه سال گذشته 11% کمتر است. بجز از شهر دوشنبه کاهشی به قیدگیری جنایت ها در تمام منطقه های کشور به قید گرفته شده است. اما جنایتکاری در شهر دوشنبه باشد نسبت به همین دوره سال گذشته 7.3% افزوده است. در ماه‌های ینور می سال جاری 2179 جنایت وزنین به قید گرفته شده است که نسبت به یک سال قبل 4.6% کمتر است. حادثه های کشتار و سوء قصد به کشتار 30%، تجاوز به ناموس 6.3%، غارتگری 40%، دزدی 19.4% کم شده است. اما در این مدت به قید گرفتن حادثه های قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی 6.5%، خرید و فروش آدمان 16.7% و اوباشی 4.2% زیاد شده است. تعداد نفقه‌خوران در تاجیکستان تا اول ماه ایون سال 2022 به 758,485 نفر رسید. در این باره خبرگزاری اوستا اطلاع می‌دهد. در مجموع به پیرانسالانی سن بازنشستگی بیش از 1.5 میلیارد سومانی معادل 154.7 میلیون دلار جدا شده است. باید گفت اکنون مهاجران کاری تاجیکی که در روسیه کار می‌کنند می‌توانند از فاند فدراسیون روسیه نفقه دریافت کنند. سازشنامه میان دو کشور 15 سپتامبر سال 2021 در دوشنبه به امضا رسیده بود. دومه دولتی روسیه آن را چند روز پیش تصدیق کرد. دادگاه حربی حوزه جنوبی شهر راستاوی لبیدان خسرو سیدزاده زاده تاجیکستان را در تروریسم و آماده کردن حمله تروریستی در قلمرو کشوری ستاوروپول گناهکار دانست. با گزارش اینترفاکس دادگاه خسروی سیدزاده را به مدت طولانی از آزادی محروم کرد. گفته می شود که محکوم شده 12 مارس سال 2021 به سازمان بین المللی تروریستی دولت اسلامی که در قلمرو فدراسیون روسیه ممنوع است پیوسته است. وی از 8 تا 11 اپریل امسال در کشور ستاوروپول به دیگر شخصان در آمادگی به عمل تروریستی کمک کرده است. محکوم شده گفته می شود جزهای ضروری را برای ساختن مواد ترکنده خود ساخت، خریداری نموده از آن مواد ترکنده ساخته در منزل اجاره نگاه داشته است. دادگاه خسروی سیدزاده را به 15 سال و 6 ماه زندان در کلانی نظامش سخت محروم کرد. این بود شرح خبرها تا این دم. با ما باشید.